درود خانه ناظرین. بسم الله الرحمن الرحیم. انصاف اگه امروزی هستم و درباره 99 مهندسی جهل رو آغاز کنم. امروز هم این کتاب رو باز کردم که قبلا دانلود کرده بودم. نمیدونم که چی هست، ولی ظاهراً که دوباره از یک کشور اروپایی احتمالاً فرانسه زبان دانلود شده. این کتاب در اونجا نگهداری میشه. فکر کنم این سومین کتابی که از این منبع ما داریم دانلود. من اول بازم کتاب رو با اون که ممکنه چک میکنم که با وضعیت فیزیکی و جسمی مادی کتاب آشنا بشیم. ظاهراً حالت کیف رو پیدا کرده این کتاب، یعنی از روی جلد، پشت جلد و حتی اون قسمتی که باز می‌کنیم بغل می‌زنیم در شیده جشن شده و اومده حالت کیف پیدا کرده، ولی از طرف بالا و پایین کتاب ورق‌ها دیگه خواهد شد. اینجا می‌بینیم که صفحه باز کرده و اینجا هم همینطور یه چیزایی رو می‌بینیم دوباره به هست. این کتاب هم احتمالاً در موقع عثمانی نوشته شده، ولی به روی صفوی هم شبیه هست از نظر این نقاشی، ولی این نقاشی قبلا با این شبیه این رو این رو در یک کتاب دیگر دیدیم. اول عرض کردم من یه جمله از اینجوری بخونم فقط بفهمم که ترکی هست یا فارسیه، بعداً ادامه بدیم. بعد şeriflerini mütevazisi üzere akran beynindeki şeydeki asbab okey tamam. Türkçe کتاب ترکی هستش. دوباره اینجا می‌بینید این کتاب با یک سرفصل زیبای آرایش شده، نقاشی شده و بعد اطراف مطلب فاضل بندی شده و با رنگ طلایی برنامه رو کردن و در صفحات بندی احتمالاً همین شکل ادامه پیدا می‌کنه که کادر با دو مداد در اول، حالا این رو در زبان والیبال به لبر، یه لبر دو لبر ساخته، بعد هاش بعد سو گذاشته و اینها رو از هم جدا کرده. برای معین کردن فصل‌ها هستند یا های مطلب و آغاز پاراگراف و مطلب جدید از رنگ قرمز استفاده کردن و وقتی هم اگر خواسته یه مطلب مهم بگه اونها رو هم با رنگ سرخ مشخص کرده. اینها رو میتونیم الان اینجا در همینجا میتونیم مثلا گفته فصل ثالث اونرو یعنی اگر و اگر همینطور داره وارث امری وارث اسم اول اسم مثلا این رو میبینیم که در حقیقت بازم و اینجا ببینیم که وقتی به یک مسئله مهمتری میرسه دوباره روی اون مطلب خط قرمز میکشه و اون رو تلاش میکنه که اشکال به چشم بزنه که موضوع چی هست. این کتاب اسمشو ببینیم چیه؟ علم فرائض میت احتمالاً این باشه، نمیدونم حالا این میت چی هست با میت، من اینو میت اینجا نوشته نمیدونم چیه. فرائض سور اینجا فرانسه نوشته ما به چیز نوشته من مصطفی ابن الان چی بوده اسمش هم مصطفی ابن ایتو هرچی هست، حالا تلاش کنید خودمون بخونیم. همین صفحه بندی کاغذ بندی ادامه داره و همین سطرها فاصلش بسیار مناسب از هم، کلمات خیلی تو دل هم نرفته، خیلی هم دستخط خوشنویسی که قابل خوندن نباشه برای من نیست. من این خط رو به راحتی میتونم بخونم، مشکلاتی دیگه خواهم داشت که زبان ترکی رو نخوندم، دوم که زبان در یک بانیفی درشون شده
در یک علمی یا در یک تخصصی رشته شده و من با اونها هم دیوانه هستم. و اینجا ممکنه بعضی از مسائل مطرح بشه که من با اونها اصلا آشنا نباشم، مثل اینجوری که مثلا می‌بینید اعداد و ها و من نمیدونم چی هستش. این برای علم فرائض هیئت باشه چی باشه، چی هست. این کتاب در چند صفحه هست؟ گفته که 390 صفحه هست. حالا چون من نمیخوام اونجا خیلی که اولش بکنم طولانیش بکنم، با یه سرعت بیشتری هر از گاهی یه صفحه رو نگاه بکنیم بگیم که همون سبک ادامه داره. بله همون سبک ادامه داره. دوستان به این میگن که خط دیوانی، یعنی دولت اون زمان خط دیگه گفته با هر کسی که در بخش نوشتاری من کار میکنه باید با این خط و برای این اساس بنویسه. احتمالا یک مرکزی برای آموزش خط و اون شیوه داشته دولت، در میشه بهش میگن خط دیوانی و افرادی هم که در دیوان کار میکنن باید
خب دوستان کتاب ما بسته شد. دوباره باز میکنم اونجا که ما یه حرفی زدیم که خوشش نیومد، ویروس ها اومدن این برنامه بسته. این شرکت هایی که میخوان آنتی ویروس بفروشن گفته که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من تعلم مسئله واحده من الفقه، هر کسی که از فقه، حالا فقه رو امروز، حالا من الان دوستان بهتون نشون میدم فقه یعنی چی. باز میریم اینجا از حضرت میگن میپرسون ما معنا الفقه اصلی لا بذار ببینیم تعریف لغت فقه اللغه و الاصطلاح. حالا اینجا این عالم عربستانی که من میشناسم، هر از داری درساشو و چیز میشناسم، جزو علمای ارشد عربستان هستش و به زندگی درس فتوا میده و اینا. اینجا تعریف فقه لغه میکنیم. حالا خود فقه رو بذارید ببینیم حالا چه چیز ما من نفكر عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان الفقه يشير الى الفهم العميق للدين وتعالمه وهو العلم باحكام الشرع بالعمل والمستدل مستمد من القرآن والسنة من القرآن والسنة لم يكن هناك مدرسة فقهية في معنى الحديث فانفرد الصحابة رضوان الله صلى الله عليه وسلم يتلقون الفقه مباشرة النبي ويتعلمونه منه. كان النبي صلى الله عليه وسلم مرجعا أساسيا للفقه وكان أصحابه يسألونه ويسألون عنه أحكام الشرع. حالا اینجا یه معنی داره میگه که آقا فقه همون دستورات دینی میگه که حضرت اصحاب از حضرت رسول دریافت میکردن، نه چیزی که بعدا در مدارس آموزش داده میشه. میخوام کنید میگه که لم یکن هناک مدارس فقهیه بالمعنی الحدیث، در اونجا مدارسی که امروزه وجود داره که حدیث این جدید وجود داره به این معنی وجود نداشت. حالا خود فقه رو که بکنن فقه نمیکنه احد صلی الله علیه و سلم مدارس میگه من معقول و كانت استفادات الصحابه الكرام معقوله لاعتبار وجود النبي صلى الله عليه وسلم ان يفهم فقههم كان منضبطا في الوقت النبوي وقد خلقوا فقه المبين. فقه اینجا متوجه چی فهمه. حالا من بذارید اینجا گفتم در رسول، حالا بذارید که فقه لغت رو بگیم ببینیم که چی میگه. خب الفقه باللغت یعنی الفهم بالادراک و العلم بالشیء. فقه چیزی که در دوران حضرت رسول وجود داشته و حتی در دوران خلفا و حتی تا دوران عباسی، فقه به مفهومی که امروزه به یک شاخه‌ای از تحصیل تبدیل شده که یه عده‌ای میرن اونجا درس میکنن و بعد میان فتوا میدن و بر اساس فتوای اونها فتواهایی انجام شده بر روی هم که اصلا ربطی به اسلام نداره. این نمونه فقه چیه؟ الفقه فی اللغت یعنی الفهم و ادراک و العلم بالشیء. سه تا معنی داره. فهم لغت یعنی فهم،
اندیشیدن، ادراک کردن و دانستن اشیا، آگاهی به اشیا. حالا و فی اصطلاح شرعی، حالا اصطلاح شرعی که الان میگن، نه در اون زمان که حضرت رسول وجود داشته. و فی اصطلاح شرعی هو العلم بالاحکام الشرعیة العملیة مستنبطة من ادلتها التفصیلیه. بالالفکو اصله الفهم و الادراک، اصلش همین فهم و ادراک و العلم به کل ما یتعلق بالشیء بما فی ذال. اگر فقط همین آخری رو، العلم به کل ما یتعلق بالشیء رو فقط مسلمان‌ها در نظر می‌گرفتن به جای فقهی که الان به ما دارن ملاها، فتواهای ملاها در زمانها با علم محدود، در زمان محدود، در مکان محدود، با آموزش و تجربه محدود و شرایطی که درش زیستن، فتواهایی رو دادن که جمع این فتواها رو بهش میگن شرعیات یا فقه. این نیست، در حالی که در فهم عرب دوره حضرت رسول و قبل از حضرت رسول کلمه فقه به معنی ادراک بوده، فهم بوده و دانستن، فهم اشیا، همون چیزی که فلاسفه ازش صحبت میکنن و گرایان ازش صحبت میکنن. متاسفانه ما این رو ازش ما رو از این خارج شدن. حالا اینجا چی گفتش که ببینید من تعلم مسئله واحده، اینجا مسئله نمیگه مسئله دینیه یا مسئله الاسلام. هر مسئله‌ای که واحده من الفقه، حالا اینجا میگه من الفقه، حالا این فقه آیا همینه؟ چون در دوره حضرت رسول اینها نبود که بگن این فقه، اینا وجود نداشت، اصلا منسجم نبود. و یه چیزی که وجود داره در اسلام، یه چیزی ثابتی به غیر از وجود خدا و اعتقاد به رسول وجود نداره. شاید قیامت رو هم بتونیم با یه شرایطی بذاریم. این سه تا ممکنه که دائما ثابت بوده باشه در دوره حضرت رسول، به غیر از اینا همه چی تبدیل کرده در قرآن. و خود قرآن به عنوان کتاب دینی است، کتاب اصلی دین اسلام که ما معتقدیم هست، حالا ممکنه که دانش تصرف‌های گرفته شده باشیم از در این چیزی که در دست ما زیاد نشده باشه، با این کاری نداریم. ولی این کتاب پر از تأثیرات و شرایط تاریخی بود که دین اسلام بر اساس اون تأثیرات و شرایط تاریخی و مکانی و زمانی و شرایط اجتماعی هی تغییر کرد. لا تقربوا الصلاة وانتم سکاری، در حالی که مست هستید نماز نخونید. یعنی قبلش هم این نبوده، یعنی آدم‌ها مست می‌کردن می‌رفتن نماز بخونن. بعد این اومده که آقا حالا وقتی مستی دیگه نماز مخون نیاد مسجد هم نبوده دیگه مثل به این شکل که ما ریزه داریم بعدها ساز بشه. حالا به هر حال بعدش هم که دیگه 2-3 مرحله بعد حرام میشه. خب میگه که من الفقه فعشر حسنات فله 10 حسنات، 10 تا ثواب داره. و من تعلم مسئله واحده من الفرائض، حالا اونجا گفت که فکر بکنه، یعنی درک میکنه هر مسئله. اونجا گفتید فرق بین فرائض، یعنی فرائض دینی، اینجا منظور فرائض دینیه، یعنی اینجا میتونه باشه. ولی اون فقه اول که مسئله واحده من الفقه فله 10 حسنات، این فقه درک زمان و مکان و شرایط و اشیا هستش. حداقل درک کارکرد اشیا، صورت و تصویر، تصور صفت‌های اشیا. خب ولی وقتی که میگه به من تعلم مسئله واحده من الفرائض، اینجا احتمالاً اشاره به دین است. هر کسی از مسئله واجبات ها، نه که میگیم واجبات دینی، واجبات یه چیز رو یاد میگه فلن هلتون حسنه. حالا این هلتون حسنه هست، هلتون حسنه هست نمیدونم، اینجا میگه براش یه حسنه کوچیکی داده میشه. ببینید
وقتی که شما طبق این حدیث به شناخت مثلا این سنگ از چی ساخته شده، این درخت چجوری درخت میشه، این چشم چجوری دیده میشه، چرا موی سر فرعونی میریزه فرعون بهمانی نمیریزه، این یه مسئله‌تون هست. اگر این رو تفقه بکنه، فهمش بکنه، ادراک بکنه، 10 تا حسنه داره. ولی اگر به سر نماز و روزه و جهاد و فلان این چیزا یه حسنه کوچولو داره. فرقش اینه، یعنی به ما مسائل رو درست نگفتن، اینو میخوام بگم. حالا اما بعد بوندن سوره، حالا از اینجا به بعد برای ما مهمه. اما بعد این عربیه دیگه، عرب ها تو کتابای قدیمی وقتی که اون سلام و صلوات رو میکردن میگفتن حالا از اینجا به بعد بوندن سوره سنده معلوم اولسون کی بو عبدالفقیر محتاج الى رحمت ربه الغفور مصطفی ابن احمد شیخ سکوتی مراد ادر. اسم نویسنده چی آقا؟ اسم نویسنده شد مصطفی فرزند احمد شیخ سکوتی. مراد ادر آرزو میکنه، مراد ادر که علم فرائزدن علماء مدققین رحمهم الله تعالی hazretlerinin Türkiye tercüme eyledikleri 40 hali niye Türki üzere suretleri ile ma'an 27 fasl üzere Allah Teala'nın onu ile şerhine şuru eyledi. Mütedavil olan kitaplardan ve mufti beh olan mesaillerden cem eledi. Talib ragiblere teshil ve nef'i umum üzere olsun için ekser mesail adillesi ile beyan olundu. Ve bu kitaba فتحیه اسمی تسمیه اولوندی. اسم کتابم فتحیه هست، اینجا بالا ننوشته. حالا اصلش باید من این کارو بکنم برای اینکه بعداً من مثلا دیروز که میخواستم این رو بنویسم براش یه مقدمه بنویسم برای این ویدیو، کل برنامه و اون نوشتن 4 ساعت طول کشید برای اینکه دوباره باید من اسمش چی شد، اسمش شد حالا برگردم دوباره ببینم مصطفی، حالا خودکارمونم ننوشت، خب بذاریم برای مصطفی. خب حالا این چی میگه؟ گفتش که چی کار میکنه این آدم؟ یه کار حرف درستی زد. میگه که مراد ادر، یعنی دارم این آرزو رو میکنم یا این اراده رو دارم میکنم که علم فرائزدن، از علم فرائز کجا اومده این علم فرائز؟ من از کجا میفهمم این فرائزه؟ نمیگه که از پیغمبر اینا، میگه که علماء مدققین، از علمایی که گذشته بودن مدقق میکردن، تحقیق میکردن، رحمهم الله تعالی hazretlerinin ترکیه ترجمه ایلدیکلری، اون علمایی که این کتاب ها رو تدقیق کردن و به ترکی ترجمه کردن، از اونها 40 حالی نیه 40 حال و وضعیت رو حالی نیه Türki üzere suretleri ile ma'an 27 fasl üzere. حالا میگه که نیه ترکی üzere، چرا بر اساس ترکی باشه؟ که میگه بر روی هم صورتleri ile معن با هم روی هم 27 فصل، در 27 فصل این رو خواهد نوشت که به تعالینون اونی ایله، یعنی به یاری حق. شرحینه شروع ایلدی، حالا شرح اونها رو میده، اون 40 تا وضعیتی که نمیدونم حالی نیه حالیه، حالا چی هستش اینجا یه مقدار اولش مشخص نیست چی شده، خیلی دقیق خونده نمیشه. ایلدی mütedavil olan kitaplardan، کتاب‌های رایج متداول olan kitaplardan و مفتیون به، کتابی که از اونجا فتوا صادر شده. 4-5 تا کتاب بیشتر نبوده.
به olan مسائلlerden cem eyledi. از اون کتاب هایی که فتوا داده میشد مسائلی رو جمع کرده در این با 27 باب. طالب لاغبلره تحصیل منفی برای سادگی برای طالب های راغب، علاقمندانی که میخوان یاد بگیرن. اینجا طالب به معنی طلبه‌ای که امروزه هست نیست، به معنی مثلا به امروزه به معنی دانشجویان، محققان، نه به معنی طلبه. طالب راغب، دانشجویان یا دانشمندانی که میخوان علاقه دارن که یاد بگیرن، تحصیل و نفعی عموم üzere olsun و برای عامه هم نفع داشته باشه. olsun. için اکثر مسائل ادلسیل بیان olundu. اکثر مسائلی که اینجا میخواد بگه همشون نه، بعضی اکثرشون با ادلش هم آورده. و bu kitaba فتحیه تسمیه olundu و اسم کتاب را هم فتحیه گذاشتم. مشکلاتی فتح ایلدی کی چون مشکلات açtı، مشکلات رو باز کرد. فتح ایلدی açtı. فتح به معنی باز کردن دوستان. اگه یه جایی رو میرن فتح میکنه اینو باز میکنن به روی خودشون. و بهی نستعین. فصل اول فی بیان ترکت المیت، در بیان اون ما ترک یعنی ارث میت. قوله یک داره حدیث میگه انگار میتون ترکسینه متعلق olan حقوق مترتب 4 تطهیر و تکفین. میگه که قوله الا میتون ترکسینه، اون چیزی که ترک کرده گذاشته، متعلق olan میس و ایراس، حقوقی که مترتب هست 4 تطهیر و تکفین. حالا این تطهیر چیه نمیدونم، ولی تکفینش هم میدونیم دیگه، کفن کردن و اینا. یعنی اولا حالا اینجا معنی کرد این که بیان ترکت المیت قولهو، این قول معنیه، اون معنی اونو معنی کرد. حالا اینجا تجهیز و تکفین که یعنی اولا تجهیز، اون تجهیز بوده پس، و تکفین ایله بدعن اولونور، ابتداعا، بدعن یعنی ابتداعا، من غیر تبذیر و تغییر، یا به اعتبار العدد و یا به اعتبار القیمه، اما به اعتبار العدد. حالا دیگه این رفت رو توصیه این که چی هست. یک کتاب تخصصی در مورد وضعیت مال و میراثی که از میت میمونه که باید چی کار کرد. وقتی یکی سرشو گذاشت مرد، سرش که نمیذاره بمیره، وقتی که مرد افتاد مرد، حالا باید با این چی کار کرد، با این مرده و با اموالش و فرزندانش و زنش و یا احتمالاً زنانش و اینها باید چی کار کرد. یک کتاب تخصصی در این مورده. خب شاید بگید آقا اسلام، آقا در تمامی دنیا این وجود داره، در کانادا هم وجود داره، در کانادا هم وجود داره، در آمریکا هم وجود داره، در ژاپن هم وجود داره، در همه جای دنیا این وجود داره. باید چی کار کرد با این مرده‌ای که مرده و با اموالش؟ مثلا اگر یک کسی تو خیابون زندگی میکنه، خونه نداره، دوست و آشنایی نداره، یعنی پدر و مادر و برادر و زن و دختر و بچه و پسر و اینا نداره، باید با این چی کار کرد؟ بعد چند روز مردم شکایت میکنن، شهرداری میاد اینو میبره میده آتش میسوزونن. بعضیا رو هم خب آدم صاحب داره، فرزند داره، زن داره، برادر داره، پدر داره، نمیدونم یه چیزی دیگه بالاخره یه کسی داره، اینا میان میگن آقا اینو آرایشش بکنید، لباس بهش بپوشونید، کلاشو بذارید، عینکشو بزنید، رنگش الان سفید شده مثلا بیرنگ شده، اینو نقاشیش بکنید، آرایشش بکنید. مثل زنها آرایشش میکنن، ماتیکش میزنن، قشنگ اینو حاضرش میکنن، ریش داشته باشه اینو میتراشن و اینا تمیز، یا مثلا شونه میکنن اگر ریش بلندی داشته در عمرش، شونه میکنن، لباسشو میپوشونن، قشنگ عطر میزنن، عینک داشته باشه میزنن رو تابوت، مردم میان نگاش میکنن انگار زنده است. یه تصور، آخرین تصوری که مردم از این مرده دارن یک چیز مثل زنده هست.
من مثلا خودم تو عمرم مرحوم دکتر رضا، حالا بیاوه اسمش از ذهنم رفت، نویسنده بسیار بزرگی که به زبان فارسی نوشته، اهل تبریز هست، حالا متاسفانه اسمش از ذهنم رفت، براهنی، دکتر رضا براهنی رو من به این شکل دیدم، چون اجازه داده نشد ظاهرا به ایران ببرن در وطن دفنش بکنن، ایشون رو به امانت در یک قبرستان دفن کردن که اگر یه روزی امکانش باشه برگردانن به وطن. و کفن السنه، رجل ایچون، رجل ها رو برای مذکر مرد، یه زن داریم یه مؤنث داریم یه مذکر داریم، حالا رجل چون اسواب سلاسه مرائی چون اسواب خمسه در رجل چون، این مرا احتمالا مرعه میشه، مرا جمع مرعه یعنی چیز، رجل چون اسواب سلاسه مرعه چون، مرعه چون برای خانم ها سه نوع لباس، سه نوع اسواب، اسواب منظور لباس است، اسواب خمسه در رجل چون، امثال خمسه در رجل چون، این هم که 5 تا لباس هم برای مرد. اولان اسواب سلاسنون بیرینه قمیص و بیرینه آذر و بیرینه لفافه درلر. اسم این 3 تا لباسی که برای خانم ها میپوشن اینه. و مرایی چون اولان اسواب خمسه، حالا احتمالا من اینو اشتباه گفتم، رجل چون اسواب سلاسه اینجا تموم شد، برای مردها 3 نوع لباس، مرایی چون خانم ها چون اسباب خمسه، اینجا جمله تموم میشه. حالا من متوجه میشم جمله ها رو غلط خوندم. در خمسه در اینجا تموم شد. رجل چون اولان اسباب سلاسنون بیرینه قمیص، بیرینه ازار و بیرینه لفافه درلر. و مرایی چون اولان اسباب خمسنون بیرینه درع، بیرینه ازار و بیرینه خمار یا خمار و بیرینه لفافه و بیرینه خرگه درلر. رجلون کفنی سلاسدن اکثر اولسه، اگر بیش از 3 تا باشه این کفن مرد اولسه، و مرانون کفنی خمسدن اکثر اولسه تبذیر اولور، این اسراف میشه، زیاده کاری کردید، تبذیر اولور. حالا تبذیر رو معنی کرد. تبذیر چیه؟ اگر برای مارتا بیش از 3 تا کفن، 3 تیکش کفن، و برای خانم ها بیش از 5 تا تیکش کفن به کار ببرن، این اسمش میشه تبذیر. لغت تخصصیش از تبذیر اولور. مازه کردن اقل لولسا، اگر ما ذکر یعنی اون چیزی که ذکر شد، یعنی از اون 3 تا و از اون 5 تا کمتر باشه، تقتیر اولور، میگن تقتیر شده. یتزیرده اولور، یتزیرده و تقدیرده این ببخشید من یتزیر خوندم، این رو باید مثل 2 تا نقطه گفته، برای همین گفته تبذیریده و تقتیریده حرام دور، میگه اینم حرامه که اضافه بکنید کم بکنید، حرامه. لقوله تعالی، حالا از کجا اینو فهمید؟ میگه که در قرآن یه آیه ولا تبذر تبذیرا، میگه از اینجا میفهمیم. حالا چطوری این رو، شاید عرب ها قبلا این کلمه رو به کار میبردن، قرآن هم وقتی به این کلمه اشاره میکنه میگن آقا این همون کفن و دفنه که اضافه بشه کم بشه. لقوله علیه السلام، و حالا یه حدیثی هم میاره، حسنو کفان الموت فانهم یتزاورون فیما بینهم و یتفاخرون به حسن اکفانهم و مطلق الامر للوجوبی و قد مدح الله تعالی المقتصدین فی الامور و لقوله. حالا دیگه رفت دیگه تو این چیزا. خب این کتاب خیلی تخصصیه،
در نتیجه برای ما به عنوان ترک ها اگر بخوایم هم یا فقه بخونیم یا بخوایم حقوق بخونیم، این کتاب برای ما بسیار بسیار مفید خواهد بود در زبان ترکی. در حقیقت بخشی از حقوقی که حتی در ایران و کشورهای عربی وجود داره و دیگر کشورها وجود داره، حالا هر کشوری هر دینی و هر ملتی یک آداب و رسومی داره، ما با اون کاری نداریم، ولی برای مسلمون ها این بخشی از حقوقه، این رو اگه بخوام یاد بگیریم به نظر من چیزه. حالا من با اجازهتون برای اینکه خیلی چیز نباشه و این کتاب حدود 400 صفحه هست، از هر 50 صفحه یه مقدار بخونم. حالا الان میرم صفحه 50 و صفحه 50 رو یه مقدار تلاش میکنم که بخونم. این صفحه 50 اولدوغی. حالا این سهام چیه؟ اینجا نوشته اولدوغی سهام ایکی بینهماده موافقت بالنسب واردور. سهام ما میدونیم در عربی به معنی سهم بودنه، سهم ها، شراکت، سهم. biz در ترکی ما میگیم منم سهمیم، senin سهمین، onun سهمی، یعنی بر قسمت ما، منم پایم. سهم اینجا بمانید، ولی این کلمه اصلش عربیه دیگه. اینجوری که میبینیم سهام، اولدوغی سهام. حالا اینجا اگه بالا رو یه مقدار بالاتر بریم بعد میشه از اینجا میشه و بعدهو مگری ایله مگرون لحین اقرار مسئلesinden مگرون لحون اقرار مسئلesinden olan sahami ile مذکور olan saham مابینine نظر olunur. Bir surette beynehumade، بین این دو طرف چی بود؟ حالا ورش کنید. بینهماده، بینهما عربیه دیگه، بین این دو طرف موافقت به نصف واردور. اگه چیز باشه موافقت 50% دارم به نصف واردور، یعنی اقرار مسئلesinde مگرون سهامی 3 و مگرون لهون سهامی 7 مجموعون. نگاه کنید 50-50 نشد اینجا. میگه یعنی اقرار مسئلesinde، در اگر اقراری رخ بده، مگر اون کسی که اقرار میکنه میگه که مگرون سهامی 3 تا سهم داره موقع اقرار کننده، و مگرون له اونی که به نفعش اقرار شده سهامی 7، اون سهامش 7 تاست. مجموع اون باید به 10 تا تقسیم بشه که حالا 3 تا به این برسه، 7 تا به این برسه، مجموعش بشه 10. و مگرون انکار مسئلesinde، اگر مگر انکار بکنه اولدوغی سهام، انکار مسئلesinde olduğu saham 2 beynehumade muvaffakat bin nisf vardır. Onun nisfi 5 eder. Münkürlerin sahamilerine ve mügerrin sahamine zerb edip ikrar meselesinden mügerri ile mügerrin lehun aldığı sahamilerin miktarı taksim olunur ve ba'duhu bu mezkur olan meselesince inkar meselesin mabeynini tasviye olunur. Yani 80 saham mali Zeyd'den 35 sahami Zeyd'den 35 sahami Emre ve kezalike 35 sahami Bekre ve 3 saham Zevce Mugerre ve 7 saham Mugerrun leh olan Mustafa. حالا چی هستش اینجا؟ ورولور. بله مصطفی ورولور. حالا اینجا اومده گفته که باقی 7 تا میمونه. زوجه مثلا هند اسمش باشه هند، 2 تا 5 میشه 10 تا. اگر امر باشه ابن امر 7 و 5 میشه 7 5 تا 30 تا. اینجا 2 5 تا 10 تا ضرب کردی، اونجا بالا گفت ضرب.
ابن بکر باشه 7 و 5 میشه بازم 30 تا ضرب میکنه 30 تا 35 تا این دو تا شد 8 این سه تا شد 80 تا. حالا اینجا مسئله 8 2 میشه 16 اینجا فکر کنم به علاوه این 5 میشه 80 این چی شد این جمع اینا رو جمع کرد 8 و فلان اینا اومدینم 16 حالا اینجا چی شد ثمن. حالا دیگه بقیه مسائل گفتم دیگه این دیگه رفت داخل چیز و برای من این خیلی. بریم صفحه 100 رو ببینیم که 100 چه 100 بهتره. الفصل الثانی عشر حالا فصل 12 رو داره میخونه فی بیان احوال بنات سلبیه بنات دختر. حالا سلبیه چه شکلی اینا میشه این البته با اون سلبیه که به مفهوم با سین نوشته میشه به معنی سلب و ندادن هست این نیست این نمیدونم اصلا چیه. قولهو حالا داره معنی میکنه قولهو یعنی اینو گفت به عربی گفت اینو میخواد به ترکی بنویسه بنات سلبیینن حالی نصف واحد üçün sulsan ziyadesi üçün asubet müştereke ابن ile معن. حالا خیلی تخصصی یعنی بنات من اینو سلبیه خوندم احتمالا سلبی نیست سلیه هست احتمالا بنات saliyenin hali öcürdür. Evvelkisi ya üçtür. İhtimalen 3 başı. 3'tür. Bəli, 3'tür. Evvelkisi eğer müteveffanın benat saliyesi bir olursa terekenin nisfi olur. Ya alır. İhtimalen terekenin nisfin alır. İhtimalen nisfini alır. Ligavlihi Teala اینجا یه آیت داره. فَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفِ. Bu ayet-i kerimenin mütegazisi üzere ikini hali sülsandır. Eğer mütefeffanın benati saliyesi 2 یا خود 2'den ziyade olursa ولو کان الفن حتی اگر 1000 تا دختر هم داشته باشه ترکنن سلاسسی olur سلاسانینی آلور. اینجا بازم سهم سگانه رو دریافت میکنه. حالا من دیگه اینجوری تعریف میکنم نمیدونم چی باید. لگوله تعالی که دوباره میره به یه آیات دیگه میاره فَاِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ 2 فَلَهُنَّ ثُلُثَاءِ مَا تَرَكَ الآیه bu آیه kerimenin muktezası üzere hasıl olan saham mabeyninlerinde taksim olunur. Alesseviye eğer saham رؤسه احتمالا رأس بخونیم رأسه müstegim olursa ve illa usul sa'ye üzere mesele yasih olunur. 3. hali usubet müştereke ibn ابله حالا فرزند پدر اگر متوفانون سلاسا بناتی سلیسی ایله معن ابن بلونور ریسه حالا یه پسری هم دخترانی داشت حالا یه پسری هم داره gerek ابن bir olsun gerek زیاد olsun حالا بچه پسر یه دونه باشه یا زیاد باشه هر حالده ابن ile بنات اسیه قلنور. حالا اینجا اسیه میشه اسیه چیه دیگه حالا یه جایی توضیح داده سراجیه دن منگولو دور یه آدمی هست به نام سراجیه منگول هستش که حالا اینا دیگه اومدن برای اینکه این ملاها در تاریخ اومدن
برای اینکه دخترها رو زنها رو از ارث محروم بکنن فتوا دادن به اسم پیغمبر و قرآن. از اینم بگذاریم، بریم صفحه 150. خب ببینیم صفحه 150 چی میگه. یه مقدار بالاتر بریم اینجا. احتمالا اثباتن، این نمیدونم چیه، کلمه خیلی تخصصیه نمیدونم. نوع ثانی شل بیر اسبه نسبیه دور چی؟ زید مالش اولدوغی عبدینی. حالا یه آدمی هست برده خریده، بنده خریده، پول داده یه آدمی رو خریده. میگه زید مالک اولدوغی عبدینی و جاریسینی، اگر زن باشه میشه عبد، اگه مرد باشه ببخشید اگه مرد باشه میشه این آدمی که زر خرید هست اسمش عبده، اگر زن باشه اسمش جاریه هست. جاریسینی اتق ایلدیده دن sonra معتق وفات ایلسه. احتمالاً اتق یعنی آزاد، احتمال میدم نمیدونم، بازم اینا همش کلمات بسیار سنگین تخصصی علمی فقهی چیز هست، من نمیدونم. وفات ایلسه دید اولور معتقه از سبب اولور زیده، اینجام زید حالا زیده مولا الاتاقه تسمیه اولونور. آزاد اولان عبده، من آزاد معنی کردم درست بوده، عبده معتق تسمیه اولونور، بهش میگن معتق. حالا تانون فتحیله، حالا این تسمیه رو میگه این حرف ت رو با ت فتحه بخونید، با صدای ا، تسمیه نخونید یا تسمیه نخونید، تاسمیه هم نخونید. تسمیه اولونور تانون فتحیله. معلوم olsun که متوفا اولان معتقین اصحاب فرائزدن و عصبات نسبیسیندن bir احد dönmez ise ve yahud رقیق ol vaktide müteveffanın malının cümlesi مولل اتاقه اخذ ادر. و اگر حالا دیگه تخصصیه، بریم صفحه 100 به جای اینکه 100 بریم صفحه 200. خب صفحه 200 خیلی سخته، بریم صفحه 201 و اینا رو ببینیم که چی هست. گلونور یا گلترور من لا یورد علیه اقل مخرجدن فرزینی ورود باقی موقوف علی گونور و من یورد، احتمالا اینجا عربیه، موقوف علی گونور، حالا این نمیدونم چی هست. و من یورد علیهنون مسئلسینی عدد رسوندن قلوب باقی من یرد علیهنون مسئلسون عدد روسی ما بینine 3 حالته نظر اولونور استقامت موافقت مباینت. 3 تا اصطلاح جدید رو میاره، میگه که اینا رو میخواد تعریف کنه. اگر بینهما استقامت اولورسه مخرج مسئلتین من لا یرد علیهن مسئلسون وفقنی من لا یرد علیه. خیلی تخصصیه اینها، من بعضیشو میفهمم یعنی چی. باور بکن که خیلی چرا حرکت نکرد، دوباره این ویروس اومد چی شد. بریم 250 ببینیم که چی هست. کتاب خیلی تخصصیه، فقه 250 و این 250 اول کسی. حالا اینجا چی بوده؟ و اصول 10 تقسیم ادب اصول میراثی فروعه للذکر مثل خط الاثنین و برده اصول 5 دیکلری
اول کسی، حالا این چیه نمیدونم درست خوندم غلط خوندم، اول کسی اختلاف واقع اولان batniden قسمت etmek. İkincisi zukurin başka taifeye gulub ve unas başka taifeye gülmektir. Üçüncüsü حالا اینا رو چرا نمیفهمم؟ این کتاب خیلی هم سخت نیست فهمیدنش دوستان. علت این که نمیفهمیم برای اینکه باید یکی یکی کلمه ها رو بخونیم، معنی ها رو یاد بگیریم و بدونیم چی هست که بتونیم چون کتاب بر اساس، اگه بارها عرض کردم حالا یه بار دیگه عرض میکنم، برای اینکه این کتاب رو یا هر کتاب دیگری رو که دارید به دست میگیرید بفهمیم، 20 صفحه اول 30 صفحه اول اون کتاب تعاریف اون کلماتی که در اون کتاب خواهد اومد رو در اونجا جمع کرده. شما با یاد گرفتن این کلمات به تدریج کلمات بعدی میاد، شما بر اساس این کلماتی که قبلا یاد گرفتید اینها رو هم میتونید یاد بگیرید. ما چون الان کلمات قبلی رو یاد نگرفتیم، الان یهو میافتیم وسط یه چیزی که نمیدونیم اولش چی بوده، چه چیزایی رو صحبت کرده، چه چیزایی رو یاد داده، نمیدونیم. برای همین سخته برای من الان. وگرنه اگر از اول بشینم همینجوری کتاب رو صفحه صفحه همینجوری پشت سر هم با حوصله بخونم، یکی یکی بیام بالا، این کتاب برای من انصافعلی هدایت بی سواد در زبان ترکی و این تخصص هم راحت میشه، نگران نباشید. من چرا میگم؟ برای اینکه ببینید دوستان، یه واقعیتی، من 99 جلسه قبل که این کتاب خوندن کتاب‌های قدیمی ترکی دست نوشته تخصصی فلان رو آغاز کردم، ترکی من خیلی ضعیف بود. من الان واقعا بهتون بگم من دارم به خودم افتخار میکنم. من الان تشخیص میدم که در این کتاب کلمات عربی کدومه، کلمات ترکی کدومه، کلمات از دیگر زبان‌ها اومده باشه کدومه. بعد تشخیص میدم این کتاب در چه موضوعی هست، تشخیص میدم مثلا ترجمه هست، اصل، اینها رو تشخیص میدم و راحت میخونم. واقعیتش اینه که من الان این متن رو خیلی راحت میخونم. حالا بعضی کلمات طبیعتا باید سخت بخونم که خیلی تخصصیه، من این کلمه رو نمیدونم. مثلا ببینید فروع ذکر، مثلا خط الاثنین ورر، اصول این خمسه هست، چیه اینجا، این چیه، همسه هست، همره هست، dedikleri oldu oldud oldur ki، احتمالاً oldur ki باشه مثلا. به هر حال باید اینها رو خوند و یاد گرفت. نباید عجله بکنیم و بگیم که آقا فلانی نمیخونه ما هم نمیتونیم بخونیم. نه، فلانی یک دقیقه از صفحه 200 خوند، حالا یک دقیقه میخواد از صفحه 250 بخونه. خب این وسط 50 تا صفحه، نه 250 صفحه رو پریده این آدم این 250 صفحه مسائلی رو که میخواست روشن بکنه رو نخونده. در نتیجه خب ذهنش اصلا برید. Üçüncüsü ikhtisar idan etmemek mümkün ise ikhtisar abdan etmek. حالا اینجا نگاه کنید، مثلا من ایدان اخودم، من اینجا ایدان خوندم، اختصار ایدان، دیدم ایدان آخه چه معنی میده، ولی وقتی اتممک ممکن ایسه اختصار ابدان اتمک، ابدان رو که خوندم، خب حالا این دیگه متوجه شدم که این اولی رو باید ابدان میخونیم. اختصار ابدان اتممک ممکن ایسه، اختصار، اینم اختصار، اینجا اختصار نوشته، من دیگه برای باید این اختصار بخونم، ابدان اتمک دور. dördüncüsü اختصار، حالا اینم اختصار نباید باشه، اختصار باشه احتمالاً. به این تخصصه، چون تخصصی قبلا نخوندیم نمیدونم این نقطه رو بی خودی گذاشته، بعد در 3 جای دیگه که دارم میبینم نقطه نداره. اینها رو باید قبلا هم میخوندم تا متوجه میشم که آقا اینجا دستش خورده و نقطه افتاده دیگه، این نقطه رو نباید، این نقطه رو نباید خوند. اختصار etmektir. Beşincisi متن اخیرده اختصار، حالا اینجا اختصار شده، سهام ممکن ایسه اختصار سهام etmektir و اختصار ابدان ممکن ایسه ده etmektir. خب ببینید همین به همین سادگی، ولی خب پیچیدگی حقوقی داره دیگه. بریم صفحه 300.
خب اینجا صفحه 300 یه مقدارم بالاتر بریم. Ya 18 saham maliden 4'dür. Saham Muhammed ile Bekir ile ikişer sahm Rugeyye ile Şerifeye ve ikişer sahm ikişer sahm Emr ile Osman'a verer. Sahm Yusuf ile Halid'e verilir. Mesele Zeyd fut olup ağ lay boynun ahla boynun oğlunun karnının kızı Rügeyye ile oğlu Musa'yı ve Meryem dahi oğlu İbrahim'i ile Züleyha'yı terk eylese. Mesele 27'den gelir hazihi. حالا یه مسئله مطرح کرد گفت آقا اگه اینجوری باشه 27 صورت پیدا میکنه حل این مسئله. حالا اینجا میگه که خیلی مسائل پیچیده میشه. تصویر مسئله یعنی usulden sınıf furuiden adet akhz edip usul 5 ve usul 7 üzere mesele 27'ye tasih olunur. حالا اینجا تس خوندم احتمالاً مثلا این نزح باشه، نمیدونم چون مسئله رو نخوندم. به بالاده ذکر اولونان طریق گذره، مثل بالا که میگه حالا باید یه جوری چیز کرد دیگه. اینها رو قاعده اگر مسئله زول ارهام مسئلسی تصیح لدب یا ادب و بعده زوجدن یا خود زوجدن گنگسی bilinir ise اقل مخرجinden fırsati verip baki kalan adet ile mesele dövi el-irham reviyul irham beyninde 3 halete نظر olunur. حالا دیگه گفتم این کتاب خیلی تخصصیه و واقعیت اینه که سواد من هم خیلی نمیرسه به این قضیه. گرچه عرض کردم اگر بچینم و این کتاب رو از اول شروع بکنم بخوندن به یه چیزهایی دست پیدا میکنم. خیلی سخت‌تر از یاد گرفتن بسیاری از مثالی که یاد گرفتیم نیست. Bu تقسیم üzere حالا اینجا یه تقسیم کرده اموال فلان رو، یه چیزهایی رو تقسیم کرده. Bu تقسیم üzere ورثه beyninde 3 قروش باقی kaldı. حالا یه پولی بوده بین ورثه تقسیم کرده 3 قروش مونده. و دخی مذکور olan 3 قروشی akçe eledik. حالا اون رو هم تبدیل کرد به قروش، فرض بکنید تومن بوده حالا به ریال تبدیل کرد. akçe واحد کوچک قروش هستش. قروش eledik 360 akçe eleydi. حالا این 3 قروشی که به akçe تبدیل کردیم شد چقدر؟ مثل دینار و درهم و اینا که برای ریال رو تبدیل میکردن به دینار و درهم، مثل اون میگه که 60 عددی بینینه نظر eledik. حالا به 360 شد. 360 عددی بینینه نظر eledik. حالا به این هم تقسیم کردن. خیلی دیگه این ورثه خیلی نامردی میکنن، یکی نمیخواد حالا یه کروش به دیگری برسه. eledik 180 cüzde muvafıqət bulduq. Dərsə 80 şöyle məlum oldu ki asli məsələnin vəqfi 9 və 360 vəqfi 2'dir. حالا دیگه تخصصی رفت، خیلی تخصصی، روی ریاضی الان داره بحث میکنه. و بریم صفحه آخر که یه مقدار ببینیم که این کتاب چی میگفته و چی شده و از این حرفا.
یه تعداد زیادی از اینها خالی مونده. حالا من این صفحه آخر رو تلاش میکنم، این 2 صفحه آخر رو، این رو از نصف از این و آخچه خروش اتمک مراد ادر اولن او اولین کذالکه bir hane seni ter edip 12'ye taksim edip hasıl kısmet kuruş olur. Eğer kesr mahraç olursa kezalik matruh olan haneye zam olunur. Her ne kadar ise akçe adet olunur. نه من اولش فکر کردم این مربوط به هزینه کتاب هست، اینو فراموش کنید، این رو اشتباه کردم. این اصلا مربوط به همین هر چیز ارث و میراثه و الله سبحانه و تعالی که آخرش هم رسید به اینجا که دوباره داره حالا خودش اینجا دوباره اینها رو سهام رو چیز میکنه، تقسیم میکنه بین این پدر مرده، حالا اینها رو داره بین زنها و بچه ها و پسرها و دخترها و نمیدونم حالا تنی و ناتنی و اینها تقسیم میکنه. کتاب رو گفتیم چه کسی نوشته؟ حالا برمیگردیم میگیم سنه 1187 کتاب رو نوشته، حدوداً 260 سال پیش این کتاب رو نوشتن. فکر میکنم اینجوری باید بگیم. الان 1400 و بذار ببینیم اینجا میتونیم 1446 ماینس بکنیم 96 1186 1187 سنه 9 260 سال 259 سال قبل این کتاب رو فردی به نام، حالا دوباره برمیگردیم اول کتاب و اینجا گفتش که مصطفی ابن احمد شیخ سکوتی این کتاب رو نوشته 250 سال پیش. کتاب خیلی کتاب تخصصی هست، در عین حالی که مربوط به حقوق مرده و ارث و میراث مرده هست، ولی در این حال پر از معادلات ریاضیه. بسیار تخصصی هست، ولی حقوق دیگه، حقوق اگه بخواید حقوق رو جدی اعمال بکنید باید رفت، میگم که مثلا حالا فرض بکنید که تومن بوده، تومن رو تبدیل کرده به کروش رو تبدیل کرده به دینار، حالا دینار شده مثلا 3 ریال شده مثلا 300 دینار، حالا 3 ریالی که 300 دینار شده میخواد این رو در بین 18 نفر تقسیم میکنه مثلا حالا برای دخترها چقدر میرسه، بر اساس حقوق که این ملاها ساختن برای ما، چقدر به پسر میرسه، چقدر به مادر میرسه، چقدر به نمیدونم تنی میرسه، چقدر به ناتنی میرسه، چقدر به پدر میرسه، چقدر به مادر بزرگ و پدر بزرگ میرسه و اینا دیگه رفت دیگه. یه علمیه، واقعا یه علمیه که واقعیت روز هست. به هر حال امیدوارم که دوستانی که حقوق خوندن بیان این کتاب ها رو بخونن و برای ما به زبان امروز برای ما بنویسن یا چاپش بکنن بدن ما بخونیم. برای همگی شما سلامتی آرزو میکنم. روزتون و